خوشگل روز و خیلی کلا کوی ماره کور بیا هد اسلام اسلام من کردن بزرگ میای ان شاء الله یگام دونم میای الله خیر او تاویز نویسه حالا امسال خوبی خدمت بخش شده ای خدا اپی I have a pen I have an apple الله السلام علیکم. سلام علیکم سلام علیکم بشین بفرمایید الله خیر باشی. موسی والا خیلی مشکلات دارم. خیر باشه خدا یکی دیگه اصلا زندگی دیگه سر برام شده. خدا جان بزرگ خیر باشه. همیشه کپار میبازه. خیلی هم باختیم. خودت بازیست برادر؟ بله. خوب. بسیار تیمای ساده باختیم. خوب. مثلا ریال مادرید بیخی اصلا اون زدن میره. امکان کارا که مناسب که اون ریال مادرید دست دادن. امی فالت اول ببینم. امی فالت ببینم که گپ چیست. بسم الله. زکاکای دستت فهمیده میشه که گپ چی است. خب اینی راسته. خب اما تو دقیق میگه که شما یک تیمی غلطی را انتخاب کردین. یک یادت باشه یک. اینی خطر. بسیار گپای کلام نشان میده. این که آینده خوب نداره قلعه تیم هیچ آینده خوب نداره. همیشه در باخت هستن. دیگه این تیم از پیشرفت نیستن. اینی خط که سوم است بسیار گپای بزرگ میزنه. این هم میزنه که شما میتونید بدبخت شوید اگر طرفداری از این تیم کنید. دیگه این واقعا بسیار سرنوشت بد خواب داشتین با این طرفداریتون از این بارسلونا به نظر خودم البته. دیگه اینجا خوب نوشتهش نشان میده که شما آرزوی برده هیچ وقت نکنین از این بعدم نکنین. دیگه همین تو گپا نشان میده اینجا باشیم. دیگه چی برای دیگه بکنم؟ خیلی ملاس متاویز نشته کن که ریال مادرید بباز از این بعد کلان کپارا اما خطرناکترین تیما را زد. چشم تاویز نشته که بباز از این بعد ریال مادرید حریف سرسختتان است. سرسخت حریف سرسخت. چشم آل غمش برد. قربان بسم الله نام خدا. بسم الله. حالا بعد یک تاویز نوشته میکنم ولی دونوجا یک خط دیگه هم بود که واضح نشان میداد که مو خط واقعا مستقیم نرفته غلط است. در این تیمی که تو طرفداری میکنی کدام غلطی داخل از این تیم است دلیلش شاید هم همی باشه که زیاد میبازین و فکر کنم کدام چیز خوشی نشان نداد دیگه. حالا بعد یک تاویز نوشته میکنم و زور خدا کل چیز جور میشه. خب اسمتان؟ اسمم علی. هوادار بارسلونا هستین؟ بله. گپ انشاءالله خلاص میشه. فهمیدی بچیم؟ هیچ کدام گپ نیست. انشاءالله از این بعد خوش میشین دیگه ببینیم چی میشه. خب مناسب چی کنیم چی کار کنیم؟ این تاویز بگی بگو. خب این هر شبی که مسابقه ریال مادرید بود این تاویز در جیبت باشه. این تاویز که در جیبت بود همیشه که ریال مادرید بازی کرد بازی در مثل جیبت سلوگت بکش در پیش رید با که تلویزیون نگاه کنم مثل تاویز که یک قسم بازونه مونجا خرابی کنه دیگه ریال مادرید. خب مونجا خرابی کنه. باز فکرت باشه که باز بخیر اگر کار کرد نکرد یک دفعه دیگه هم پیشی ما بیا این کل چیز جور میشه. این دفعه میرم کار کرد نکرد من نیم پیشی ما بیا بخیر. خب ملاصم قربان. بیا این تاویزم بگی. شکرانگی هر چقدر که دوست دارین بتین این بار براتون هر چقدر که دوست دارین بتین باز دیگه بار خدا بزرگ است. قربان برات میمونه. باش پیسر من درست از پیش بگیرم. سلام علیکم. سلام علیکم. شناختی؟ اما بدبخت نیستی. خودی هستی ملاصم. اینی تاویزه که خب تو گفتی برو ریال مادرید از یود میبازه کپ مپ همه چیز از دست میته ولی اون ملاصم
او با توی که گفتگان باختشونش قوی‌تر شد بخی. باشی ما خب بر تو گفته بودم که وقتی این تاویز گرفتی از چند بار استفاده کرد باز یک چکر با خیالم اما یک بار دیده که شما کرده بودین خیالتان که قوی شده بودین اشتباهتان نمیجاست بچه باید می آمدی دیگه باید زود پاس می آمدی. والله مولا صاحب چی برات بگم همین یک بازی رو ما که بردم و گفتم برو تاویز کار کرد اما زخت خداییش آسش نامده بود. می آمدی یک دو دفعه دیگه می آمدی بچه بخه مولا صاحب چی که تاویز ما بسید کار نمیت اعتیاد نداریم بخه کار میته من رفتم برو ایلای مکو. ایسی ایشه گرفتم کالا کار آدم ما می آیم یاد چی که بسته مورد ایگه با چی غرض بیاده پیسه ایشه بگی